ببین سطح دانش آموز در نظر بگیر و بیا 90% اونا رو کسایی نظر بگیر که و موقع درس خوندن دقت ندارن و همش حواسشون پرت میشه و کسایی دیگه نظر بگیر که به خودش ایمان ندارن و میگن من تو این درس ضعیفم و استعداد ندارم. و 10% دیگه هم کسایی در نظر بگیر که با این تکنیک هایی که من تو این ویدیو گفتم همه نمراتشون 20 شدن و خیلی راحت خیلی ساده تر از هر دانش آموز، از هر 90% دانش آموز دیگه بهتر درس خوندن. خب تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چطوری میتونید درس‌ها رو خیلی راحت‌تر بخونیم و طوری بخونیم که 20 بشیم. قدم اول برای اینکه ما بتونیم خیلی راحت‌تر درس‌ها رو بخونیم اینه که حواس پرتی رو پیدا کنیم. علت حواس پرتی ما موقع درس خوندن چیه؟ مثال میزنم، درس میخونم، مثلا درس میخونم، صفحه اول میزنم مثلا یاخته چیست، بعد سوال میخونم میرم سراغ جوابش، خسته میشم میگم یه ذره گوشی نگاه کنی، یه 5 دقیقه گوشی باز میکنم، میرم تو اینستا، میرم تو یوتیوب، میرم تو اکسپلور. همین رفتن تو اکسپلور، اینستا و یوتیوب و غیره 40 دقیقه وقت من میگیره. یا من خب 5 دقیقه بریم دوباره بخونم، 5 دقیقه یه زمان گذشت دیگه، هیچ که من نخوام کتاب میبندم میذارم کنار. علت حواس پرتی ما چی بود؟ گوشی، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام. ما الان علت حواس پرتی رو پیدا کردیم. حالا کاری که باید بکنیم اینه که بیایم این حواس پرتی رو از خودمون دور کنیم یا تو ذهنمون محوش کنیم. مثلا میزنم من وقتی میخوام درس بخونم گوشی رو میذارم دورترین نقطه اتاق، یا خاموشش میکنم یا سایلنتش میکنم که اصلا حواسم بهش پرت نشه که بخوام برم گوشی نگاه کنم. اگه مثلا من درس بخونم، مثلا درس بخونم دلم بخوام برم گوشی نگاه کنم، ببینم گوشیم دورترین نقطه اتاقه، میگم کی حال داره همه راهو بره بشه همه درس رو بخونیم، بعدم این گوشی نگاه میکنم. خب پس الان ما اون علت حواس پرتی پیداش کردیم و از خودمون دورش کردیم. دو، برای اینکه بتونیم دیگه این استپ حواس پرتی و خواستن این که بریم سمت اون حواس پرتی رو دور کنیم، بعد بیایم واسه خودمون بخش بندی کنیم زمانو بیایم بگیم که اوکی الان ساعت مثلا 11 ظهر، من میام تا 12 گوشی نگاه میکنم، یوتیوب میبینم، پی اس بازی میکنم، کال آف بازی میکنم، همه کارو انجام میدم. بعد از 12 میشم درسامو میخونم که وقتی حس اون گوشیه مثل اون درس بهم اومد بگم که تو این همه کارا گوشی رو رفتی دیگه، من نوبت درس رو انجام بدم. خب این قسمت برای کسایی بود که تمرکز نداشتن و درس رو دقیق یاد نمیگرفتن. قسمت بعدی که میخوام بهتون بگم واسه کسایی که به خودشون ایمان ندارن و میگن تو این درس استعداد ندارن. خب ببینین چه تو درس، چه توی فوتبال، چه توی بسکتبال، توی هر رشته‌ای، توی هر درسی، توی هر کاری که باشین، اگه به خودتون ایمان نداشته باشین اون کار 100% خراب میشه. چرا؟ یه مثال میزنم. خب یه مثال میزنم براتون. بیاین بگین که اوکی من دروازه‌بانم، مثال میزنم دارم دروازه‌بانی میکنم، یه پنالتی رو میشوتم و وارد دروازه میشه و من اون توپو نمیتونم بگیرم. مربی من تنبیه میکنه که برام دور زمین بچرخم به خاطر اینکه پنالتی نگرفتم. برام دور زمین میچرخم، یه صدایی توی مغز من میاد میگه که تو اصلا این کارو نداری، تو حق ورزش کردن نداری، تو اصلا نباید ورزش کنی، تو نمیتونی، ورزش واسه تو ساخته نشده، دروازه‌بانی واسه تو ساخته نشده. و من اگه اون لحظه بیام بگم به خودم آره این من توی ورزش استعداد ندارم و نمیتونم و این ورزشو بال من نیست، قطعاً تو اون ورزش افت پایین میکنم. اگه مثلا من متوسط بودم از اون متوسطم میام پایین تر. پس هر کاری باشین، چه تو فوتبال باشین چه تو درس باشین، وقتی به خودتون ایمان نداشته باشین از اون نقطه که هستین پایین تر میایین و افت میکنین. الان باید به خودتون ایمان بیارین. شما نباید خودتون رو با بقیه مقایسه بکنین، شما باید کار بکنین یا خودتون فقط با خودتون مقایسه کنین. مثال میزنم، یه فرد چاقو در نظر بگیرید 30 کیلوه 300 کیلوه، مثال میزنم 300 کیلوه فکر کنین. تو جامعه همه بهش میگن چاق،
همه بهش میگن زشت، همه میگن دبه بهش برمیخوره، میره باشگاه. وقتی باشگاه ثبت نام میکنه، میره ورزش میکنه، میره همه کار میکنه، از اون 300 کیلو مثلا میشه 280 کیلو. خب میاد دوباره تو جامعه بهش میگن خیلی چاقی، برو اونور، بچه میکنه چقدر تو زشتی، همه اینا رو بهش میگن و اون دوباره هم میره باشگاه، دوباره همین روند هی تکرار میشه، انقدر این روند تکرار میشه که فرد وزنش میرسه به 100 و دوباره من بهش میگن چاق. این مرد مثلا این مرد مثلا بگیم به اسم یه اسم نمی‌ساش، مثلا بذاریم اسمشو جکسون. این جکسون هنوز مردم بهش میگن چاق، در صورتی که از 300 کیلو شده 100 کیلو. خب این خیلی کار اشتباهیه. این چرا از 300 کیلو شده 100 کیلو بعد از خودش ناراضیه؟ خب این کار خیلی اشتباهیه. این چرا؟ وقتی که به حرف مردم گوش داده، به سخنانی که مردم راجع بهش زدن گوش داده، به فحشی که مردم بهش دادن گوش داده، اون چیزی که خودش خواسته نبوده. نکته اول، مهم نیست تو چه چیزی هستی و چقدر داری واسه اون کار تلاش میکنی، چقدر دیسیپلین داری، چقدر نظم داری، چقدر به خودت علاقه داری. مهم اینه که چقدر به خودت ایمان داری، مهم اینه که چقدر حواست به تغییرهای خوب خودت هست. اون جکسون که از 300 کیلو شده 100 کیلو بازم از وزن خودش ناراضیه، نمی‌باید چک کنه بیاد بگه که اوکی آقا من از 100 کیلو شدم از 300 کیلو شدم 100 کیلو، خیلی پیشرفت کردم، خیلی کار کردم، خیلی تلاش کردم، پس الان من بهترین ورژن خودمم، به خودش ایمان بعد می آورد، به خودش ایمان آورده و میگه که وا من الان خیلی بعد میاد به خودش جکسون الان بعد میاد به خودش میگفت من واقعا خیلی الان پیشرفت کردم و باز دوباره میرفت باشگاه تا لاغرتر شه و خوشحال‌تر بود و از خودش از وزن خودش راضی بود. ببین تو هر چیزی باشی اگه بخوای به حرف مردم گوش کنی هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنی. شاید پیشرفت کنی ولی تو ذهنت همون آدم هستی. جکسون وقتی از 300 کیلو شد 100 کیلو باز مردم بهش توهین کردن، تو ذهنش یه فرد چاق بود نه یه فرد لاغر. تو اگه میخوای تو درس خوب بشی، تو اگه میخوای فوتبالیست خوبی بشی، تو اگه میخوای رونالدو بشی، تو اگه میخوای انورو تیت بشی، باید شخصیت اونا تو ذهنت داشته باشی. بگی من همین شخصیتم. اون جکسون بعد من یه شخص خیلی خوش اندامو تو ذهنش تصور میکرد تا بتونش از وزنش لذت ببره. الان همین واسه توه، همین اتفاق واسه تو افتاده. تو کلاسی میبینی نمرت شده 12 و بقیه شده اصلا 17 16 20 و تو ناراحت میشی میگی اصلا این به درد من نمیخوره، اصلا این واسه من نیست. در صورتی که تو اشتباه میکنی، تو فقط به خودت ایمان نداری. تو باید به جای این حرفا بگی اوکی من شدم 12، خب من الان تو ذهنم یه فردی رو نظر میگیرم که خیلی درس میخونه، نمره‌اش خوبه، دیسیپلین داره و اهدافش میرسه. این فرد باید تو ذهن تصور بکنی. فردی که میخوای بشی باید تو ذهن تصور بکنی و نقش همون فرد بازی کنی. وقتی نقش همون فرد بازی کنی کم کم خودت تبدیل به همون فرد میشی. این صدایی که تو گوش ما میاد توی هر لحظه از زندگی ما هست. مثلا وقتی که الان من دارم کتاب میخونم مغزم به میگه بسته بذارش کنار، باشه برو گوش نگاه کن، همین صدا اسمش صدای هشدار دهنده یا مرگ رویاه. نه چی؟ برایش میگم مرگ رویا، به خاطر اینکه تو توی با کتاب خوندن اهداف تو، اگه اهدافت به کتاب خوندن باشه میتونی به اهداف نزدیکتر بشی. اگه اهداف درس خوندن باشه میتونی با درس خوندن بهش برسی. ولی اگه موقع درس خوندن اون صدای تو گوش ایجاد بشه و تو با حرف اون صدای گوش کنی، هیچ وقت نخواهی نمره هایی که میخوای، اهدافی که تو درسی که میخوای بهش برسی. اگه تو میخوای واقعا تو درست خوب بشی و به خود ایمان بیاری و بگی که اوکی من 12 شدم، امتحان بعدی با این نکات پیش میرم، من چند میشم، امتحان بعدی میشی 14 12 15 و میگی اوکی من از این نمره 12 شدم 14 15 17 و خیلی پیشرفت کردم و خیلی خوشحال‌تر میشی و همین تکنیک پیش میری. ببینی ما لازم نیست همیشه رشدهای بزرگی انجام بدیم تا به اهدافمون نزدیکتر بشیم.
ما باید کارهای انجام بدیم که ما رو از دیروز خودمون حداقل 1% بهتر کنه. فقط 1%. اگه بتونیم 1% هر روز بهتر بشیم، ما از 99% جامعه جلوتریم. خب بریم سر اصل مطلب. تو وقتی به خود ایمان آوردی، تمرکزتو پیدا کردی، علت اون حواس پرتگی رو پیدا کردی و همون کار رو انجام بدی و درس رو کاملا حفظ کردی، بعد بری با خودت از دوستا یا جلو آینه اون درس رو با خود مرور کنی. مثال میزنم، مثلا میگیم تو درس علوم یاخته چیست، ما درس کاملا خوندم و میام نقش معلم رو بازی میکنم جلو آینه. من رادین معلمم و اون کسی که تو آینه است دانش آموز معلم از دانش آموز میپرسه مثلا یاخته چیست، تو از خود جواب میدی که اوکی یاخته به این میگن که این. اگه بلد بودی یعنی تو اون سوالو بلدی. یا میتونی یه کاری بکنی خیلی بهتره، بیای از دوستان بپرسی که چیزی تو این درس مشکل دارن، تو درس چیزی واسهشون سخته. مثلا تو ریاضی سر کلاس ریاضی از بغل درس بپرسی که تو کدوم مبحثه این درس رو نفهمیدی، میگه مثلا معادله رو، تو میشی واسش معادله رو توضیح میدی، میشینی بهش میگی که اوکی اینو بعد بیاریم و بعد منفی میشه مثبت میشه بین این، خب بهش توضیح میدی. و همینطوری مثلا یه ردیف رو میری، ردیف دوم میری، ردیف سوم نفر اول همون ردیف میاد بهت میگه که مثلا من تقسیم مشکل دارم، تا میگی که تقسیم چیه و میمونی و میگی او تقسیم، دفتر باز میکنی واسه خود دورش میکنی. اینطوری هم میتونی درس رو واسه خودت بیشتر دوره کرده باشی، هم میتونی اشکالات رو بیابی. این از ویدیو برای خیلی خوشتون اومده باشه و یه کاری که میخوام ازتون انجام بدین اینه که نمره قبلی خودتون رو که مثلا هر چیزی شدین، مثلا تو ریاضی تو امتحان آخری که نمره که به دست آوردین رو با نمره امتحان بعدیتون مقایسه کنید. مثلا تو ریاضی شدی مثلا 17، با این تکنیکایی که انجام دادی امتحان بعدی در ریاضی رو مثلا بشی مثلا 20. حتما اون نمره که شدی تو کامنت های این ویدیو قرار بده و ممنون میشم که ساب و لایک یاد نره. و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.